نظرت چیه که با قیمت یه میان رده یه میکروفون پرچمدار به یقت بزنی؟ دیگه همتون تقریبا CM28 معروف برند نیوئر رو میشناسید. یه میکروفون خفن کار درسته، 2 فرستنده همراه با کیس شارژ، نویز کنسلیشن فوق العاده ترتمیز، قابلیت اتصال به اندروید، آیفون، دوربین های حرفه‌ای و سیستم های کامپیوتری توی بازه قیمتی 10 میلیون تومان. حالا اگه بهت بگم که همین میکروفون رو فقط با یکم تغییر میتونی بخری 5,560,000 تومان چی؟ حالا چه تغییری؟ کیس شارژ رو بردارید، به جای گیرنده قبلی یه گیرنده تایپ C اضافه بکنید. همون کیفیت صدا، همون نویز کنسلیشن. KM15 پکیج اقتصادی میکروفون معروف CM28، یه پکیج اقتصادی که واقعا سرش به تنش میارزه. کیفیت صدای 24 بیتی فوق العاده بالا، 9 ساعت شارژ برای هر کدوم از میکروفون ها، برد بالای 200 متر، نویز کنسلیشن فوق العاده تر و تمیز، قابلیت کنترل سطح صدا توی 3 سطح و حتی قابلیت اتصال به گوپروهای 9 به بالا. اگرم که آیفونتون زیر مدل 15 اصلا نگران نباشید، با تبدیل تایپ C به لایتنینگ راحت میتونین متصلش کنید. به نظر من توی این بازه قیمتی یعنی 5,560,000 تومان واقعا بی‌رقیبه.